زنده نباشین. زنده باشین. سلامت باشین. سلامته. کی ماستن؟ میگو من گوشتا یولمه کردن داریم. گوشت یولمه؟ گوشت یولمه دارن، گوشت بره دارن، گوشت شیشک دارن، گوشت گوساله دارن، گوشت شتر دارن، سرسینه دارن، برای قابلی دارن. 3 کیلو جو. همین قدی گل برای ما گفته برای ما گوشت آب گوشت بستو. میگم البته ماما چند وقت به ایران بودی که میگیم آب گوشت شوروا میگم ماما برای هم گندگی خورد گوشت شوروایی می چربدار می بی چرب می نزار می سرسینه می چیر می از این سرسینه مایم. از اون سرسینه؟ اوه چند کیلو باشه بکشم برای شما؟ چندین نمایم کاکا جو 100 روپیه مایم 100 روپیه. 100 خیلی از این طلب کردم چی گوشت سرسینه گفتم گوساله گفتم اخیراً 100 روپیه. خب ماما جان برو بهم صف بسته کرد تو نوبت تو برسه. با کجا برو بستم؟ کنار دیوار. خب بره آفر. چی رقم صفیه؟ البته اینا جمله صف هم نمیفهم قصه بی هم حال صف شد. شاید پس با نونوهی هم بریم به صف بستگیم و خیلی وقت همه گوش نخوردم این رقم شده. صف پاسپورت هم مگری بری به صف بستگی پول پرزه برقرم تحویل کنی مگری به صف بستگی نمیفهم با خدا ایرون میمانو بازم خیر مستم. اینه؟ اون نفر خواهی گوش میستونم بیرون میشم از قصه بی. خب تو مر مسخره کردی ها؟ تو مر آدم ساده فکر کردی واسه که من 100 روپیه گوش ماستم. حالی بر توی تا درسی بودم کتاب قیامت بیاد تو باشه. میگم ماما چرا شیشه شکستوندی؟ بر مسخره میکنی ها؟ خوشت آمد اشته به شیشه رو همه تاریخ تندم بدو. میگم ماما خیرته اشته آدم ساده بزید چه شیشه بر شکستوندی؟ من؟ بله یا نه من؟ بابا من نشکستم. پس کی شکستون؟ همین نفرهایی که با تا صف هم اون برو تا آخر صف سکم این نفره که شیشه تو شکستون دمت پیدا کن. اما کد صف کد نفر تونی که اینجا منو؟ بله. یعنی صفی نیه؟ نه اینجا صفی نیه خب آدم اینجا میخنده اشته که من رایی که دی گفتی برو به صف بستکم. اوه تو یعنی من ساده فکر کردی؟ تو چی فکر کردی به دل خود؟ ما واسه 100 روپیه گوش میستون تو مر بیا بدی بغل از دیوار استاده کردی که تو برو به صف بس هی برای مردم گور را گور گوش میدی. هی ماما خودم کردم که نعلت بر خودم بود. قدیما هم همین گرپه میگفتم خیلی که ما آدم سادی بودم به نظر تو ولی همه کار ندارم برو از ته صف قراره کدام نفری که شیشی تو بشکستون پیدا کن. ای خدا به شکر بعد از وقت دینم عوض و شوروا کرد ایره کنم برای گوشت برفت 4 ساعته معلوم نیه به کجا برفته. خدا بیا مرزا جمع گل هم همیشه بود پول میدادم برای میگو تو بیا برو گوش بخواه میره قاره با خوب گفتم مرد میکه بر روز خبرهای میانه که این دانه خریده برای فریباگک سر تو فریباگک بخوره. خدا بیا مرزا تو دلم نمیشون نفرین کنو خوب شدم به فریباگک هم گفتم مرد شد چی فایده جمع گل که بمفت یا که از جمع گل بدتر که درکایی نیه. آخ به تیر اسب اجل بخوری تو از که باید یک نرمه گوش رفتی
3 ساعت شد مرده بمونه تو برای کفر میکنه. ایت ارمون به دل ما بمون، ارمون به دل ما بمون که ما به درس را بیام بدون گپ و گفت تو. خب بگذارم پا پس مرگ خوبک دارم با درس را با شروع کن. دمی درس را دیگه تو شروع میکنی هم تأثیر بی پرکال بریاد کن. تو مر وادار میکنی که مگر مغزه گرد زنو روزا کوتاهه برو به گنج کره نکردم با تو نگفتم برو گوسپند کتی به بیا برفتی چند گوشت میدی خب همین نمی گوشت مغزه تو دیش که تو برفتی 4 ساعته. آخه جان من تو سید می یه درخت بید من برفتم به تو هر رقم گوش بستندم دیگه زر 7-8 نمایه با به قصه می رفتم قصاب مرماس مسخره کنم میگه درس بیدی ندادم کتابم قیامت بیادیم. تو درس یعنی چی؟ هیچی یعنی چی؟ تو را اصلا مرده بمونه تو برای کفر رای کنم یه همین که بیتون میگی این کچالویه که تو ریختی خریدی بکه با تو بگم مرده بمونه تو برای کفر رای کنم اینا مفته بته که با تو بده تاشم من سوزنک میزنم خدا تو رو غزده بخو گرفتار کنه که تو میری ایتا کارا میکنی مثل که از روزه گریه ها جمع میکنم با تو بدم کچالو میخره میره اشتی چیزا کخ زده انگاه مفته به زمیدم میاره چکار کنم ای خدا ای خدا حالا دیگه زنی باشه که همه ریزه میکنه پرتو میده من مجبور رو سعی کوشش خوب کنم که زندگی بچرخه کار کنه میکنه که برای 4 کنم کار کنه بیاره بفهمه برات گوش رای میکنم میره چی میاره سکو خیلی مفته که تو نداده بلوکی استقانی بستوندی بیامیدی گوشت سرسینه بده سرسینه سرت سرسینه بخوره ای غندی گلجو قدیما میگفتم که هر چی کشت کنی درو میکنی سارا تو قدیم بخوره هم تا گپ میزنی قدیما ای گپ بگو گپ چی کجیش که یاد خواه قدیما میاری باز یاد مامان اما قدیمی ها میگفتم که اگه نیک کنی بد کنی پاداشت خو میگیری. ای غندی گلجو همون مردمان قدیم دروغ نمیگفتم به خودم. یک زمان من که خوار بدرخت بدقواره نقنقو که داشتم احرمید یک بیچاره ساده بیامد بزدم به جونیو ان حال فکر کو همون کشتی که کردم درو میکن. خب من میده مثل خوار تو بدقواره خونه مونده نقنقو بودم ها که آمدم تو رستوندم با تو هم کاش یک چیزی میبودی ماری جیشتی سروت جیشتی چی جیشتی بدقواره که تونی فکر کنم دیگه شانسات حسینایی بودی نیه غندی گلجو تو هم خودگیت نبوده که یک مال منالی میدیشتی یک جهیزی خیلی هایده بشی انا میده چیز خوش که خیلی طور بدادم به دستم. خوب خوش که خیلی بعضی از شما مردم که برای شما رو آدم بده خیلی دیگه پر رو میشی. خب دیگه تو به گپ مثل که هیچی نمیکنی. غندی گلجو بد کرد خدا بد کرد دیگه اصلا از گل به تو نازکتر نمیگم تو تخمرغا چیش ببینی تو تاجی که بخیر به تر صرف میکنه دیگه چی ان حالی بر میخیزی. خب اینا رو همه جمع میکنی جارو بر میگیری میری 2 اتاق میمونخونه دهلیز آشپزخانه سرا همه جارو میکنی مثل دسته گل که روغن زد بریزی جمع شه. اصلا من خیلی فکر کنم بده رو زرد بخورم بسر خوکن هسته بسر خوکن. تو گوشت بره به تو استوندم غندی گلجو. خب ولی من نفهمیدم این گوشت بره و تکشاد و مش چی گوشته؟ گوشت گوسفنده. غندی گلجو هر کدومی از خود یک نومی داره. خب همین گوسفند که خورده بزو میگم بره. خب بفهمیدی؟ گوسفند که مثلا نر باشه بزو میگم قوچ. اگر ماده باشه میگم میش. خب بفهمیدی؟ باز که خوب کتش چاخشه بزو میگم پلوری. یعنی مثل که ما شما بخیر گوشت لنگ کنیم چاخ که باشه میگم. خلاصه من نفهمیدم که چی وقت بمی گوشتا میگن گوشت گوسفند. من میده شوروای با تو بار کرد و بگن این پنجی خوب بخوری. خلاصه خیر بینی دست پخته تو خو همیشه که تو پخته کردی مزه داره.
تشکری میکنم از تو دیگه. خب تو هم گوشتا خوب یهودی، نمیفهمم که چی رقم از تو تشکری کنم. حالا من یک دروغی بگفتم دیگه، من باور نکن، من مثل من یک دروغی بگفتم. یعنی تو به من دروغ گفتی از تعریف کردی؟ های قندی گل جو بشم دی بد تو نه باور کن هر چی غذایی که تو پخته کردی خوردم همون لحظه بیاد من جنگ جهانی اول میاد. ای چی رقم غذا ما با تو پخته کردم که تو میخوری یا تو از جنگ جهانی اول میایه؟ قندی گل جو جنگ جهانی اول بوده، آشپزام نمیرسیدم، پیاز که چلو برین شلغم زدک همه مینداختم به دک، فرصت نداشتم، شرایط جنگی بوده، بفهمیدی؟ این انمی رقم دیگه هر کس هر چیزی میدادم میخوردم انمی رقم. خب جنگ جهانی اول این رقم ده، خب اینجا جنگ بوده، آشپزی نداره، حالی که اینجا آشپزی هم هست، امکاناتی هم هست، تا بالا هر چی غذا با تو پخته کردم بدمزه بده. تو به بیاد جنگ جهانی اول انداخته ها، انال جنگ سوم جهانی هم به تو نشان میدم که تا سر تا به خشت لحد بخوره بیاد تو باشه. قندی گل جو بد کردم.